بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل آپارات من همین الان اسپان شدم و یه دونه پورتال نظر خراب شد. یه دونه پورتال نظر خراب شده بغلم بود که من گفتم چستش رو لوت کنم. یه چیزایی بود توش به درد من نخورد. بس شاید فکر کنم الان تو دست چهار من بچه یه ساعته که مال بنتنه. من یه مودی زدم که گفتم این سری سروایوالو سریعتر تمومش کنیم. به حال من مجبور میشم یه کمی تبدیل بشم. مثلا من دارم میزنم روش تبدیل کدومی کیه من یه ویلیجم بود. حالا این مرد آتش میشینه حالا خب چطوری وای نزن بچه رو نگاه کن. بچه شما باشه به ما کار ما کینده به دل برم داره میگه تو مامان بابا من ازدی میزه میگه این معلوم مرد آتشی. بچه و هر کدوم از این موجودات که من تبدیل میشم یه سری افکت بهمون میدن. مثلا الان من مرد آتشیم بهم جام بوست وی آی داده یا همون 6 و فایر رزیستنت قاطی کردم داشتم گفتم. خب 2 میده. اسلوفالینگ هم که بی‌نهایت. همه اینا بی‌نهایته و ما اگه به بالا نگاه کنیم مثلا به ما نمیدونم یعنی چی، ولی ما با این میتونیم پرواز کنیم. همون افکتی که شالکر باکس ها بهمون میدن انگار. دقت هم کنیم مثلا از دستام انگار داره آتیش میزنه. بخواد اسلوفالینگش که میافتیم زمین دمیج نخوره. و بچه‌ها من رفتم توی ماینکرافت کامپیوتر رو ریختم توی نت ملی ریختم و البته یه چند روز از درست شدن اینترنت ها گذشته بود. برای کامپیوتر رفتم گرفتم اینا رو ببینم. یه بچه اومد بیرون. خب رفتم گرفتم و تیلانچر و جاوا همه اینا رفتم ریختم. کار نکرد نمیدونم چرا. اینترنت هم وصل کردم به گوشیم. نمیدونم یه پیغام اروری خطا یه چیزی میده و الان ما باید سریعتر بریم. نمیدونم این گلده رو بلا گلد رو چجوری بکنم. ای بر اونجا صحراه و اینجا هم که دیگه چی نیست دیگه. همه برداشتم که همه بودن. خواستم من نمیدونم این میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم. نمیتونم بکنم بریم نمیدش. و وقتی ما تبدیل میشیم با یه آمیتریکس باتری نوشته اینجا که مثلا ما اگه قدرت هامون زیاد استفاده کنیم این سریعتر تموم میشه. الان مثلا موقع تبدیلم سبز بود الان دیگه نیست. الان قرمز شد. یعنی داریم یکم مثلا یه راه بریم تبدیل میشه و دیگه همینه دیگه. و این چند تا پارت ممکنه داشته باشه چون من جای ما مثلا سرعت اینترنت بالایی نداره. بخاطر همین نمیتونم زیاد
با حجم بالا آپلود کنم، به خاطر همین مجبور میشم چند تا پارتش کنم و فقط هدف رو الان بهتون بگم که ما میریم دراگون رو میکشیم، تموم، از اونجا تموم میشه. همین دیگه. و نمیدونم چرا مثلا وقتی این ماد رو ریختم همه کریپر شارژ شدن، همه شدن. و این خیلی خوبه که ما یه عالم نوار جون بیشتر میکنه و ما وقتی تبدیل میشیم. این خیلی خوبه و زورمون و همه اینا بیشتر میکنه. حالا من باید برم سری بالا یه درختی یعنی اینجا کشته میشم. وای 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 این صدای میده. خب بدو. وای 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 نمیتونم حالا میفتم. وای وای ببخشید بچه واقعا نتونستم، اگه بمیرم نمیتونم دیگه برگردم. مجبور میشم کریتیو کنم راستش. ببخشید واقعا ببخشید، مجبور شدم این کار کنم. حالا ما بریم ببینیم. کاش زودتر میومدم، حداقل خودم میرسوندم بالای درخت اینجا. بازم یه دونه پورتال خرابه دیگه. بازم میگم ببخشید بچه ها من نتونستم. میتونم با این درست کنم دیگه. اینو باید بکنم با اینو میکنم. اینو باید میتونم درست کنم همینجا. میتونم تبدیلشم و ببینم. خب بچه من همینجا ویدیو تموم میکنم. البته این پارت اولش. خب من همینجا اینجا تموم میکنم این پارتو و هر یه روز در میون من براتون ویدیو جدید میذارم از ماینکرافت. این چنل فقط این کانال فقط برای ماینکرافت. اگه دوست داشته باشین من توی کامپیوترم یه چند تا بازی ریختم، ولی تو OBS نمیدونم باید چی کار کنم. وقتی OBS میذارم ضبط بشه بازی من روونه، ولی وقتی ویدیویی که ضبط کردم و نگاه میکنم اصلا خیلی لگ داره انگار. نمیدونم باید چیکار کنم. اگه شما میدونید حتما تو کامنت ها برام بنویسین که این بتونم براتون ویدیوهای بیشتری بذارم. خداحافظ.